TCAS هواپیماهای اطراف یک هواپیمای میزبان رو تشخیص میده. این سیستم فاصله و جهت مهاجم رو تعیین میکنه و ریت نزدیک شدن اون رو محاسبه میکنه. TCAS فضای اطراف هواپیما رو به 3 ناحیه تقسیم میکنه و در فراخور حضور یک هواپیمای مهاجم به هر یک از این 3 ناحیه رفتار متفاوتی رو نشون میده. دورترین ناحیه Caution Zone و نزدیکترین ناحیه Collision Zone نام داره. ناحیه بین این دو نیز Warning Zone نامیده میشه. به ترافیک مهاجمی که وارد Warning Zone بشه Traffic Advisory و به ترافیکی که وارد Collision Zone میشه Resolution Advisory اطلاق میشه. اندازه این زون ها بر اساس زمان تعیین شده است. مرز کاشن زون تا کالیژن زون بین 20 تا 48 ثانیه و مرز وارنینگ زون از کالیژن زون بین 15 تا 35 ثانیه می باشد. توضیحات مفصل این سیستم در FCOM Volume 1 Chapter 19 Topic 7.3 ارائه شده است.